چند تا سرنسخه از خلخال بخونم. دو تا سرنسخه از خلخال. در جنوب خلخال تپه‌ای دارد به نام تپه قایم. در شمال این تپه چشمه‌ای دارد که آن را قره چشمه می‌نامند. در پشت چشمه 21 گام رو به آفتاب صبح گام بردارند. دو تخت سنگ مثل دروازه نمایان است. در میان دو تخت سنگ خاک کبود رنگی ریختند. ایزن در میان این خاک کبود سفال استخوان حیوانات ریخته است. دوباره باز این تو با تخلیهشه و این سرنسخه است. الان دوره قسمت دوم. در جنوب شرقی خلخال تپه‌ای دارد به نام هاکوپان. در جنوب این تپه سنگی است به نام خوک خوابیده که صورت خوک به سنگ ها نگاه می کند که این سنگ ها به صورت اجاق و قبری است که دور آن سنگ چین است. در میان آنها سنگی سرخ رنگ است که روی آن یک جوغن 5 ضلعی و در میان آن جوغن یک اسکنه دارد. اینم قسمت دوم از نسخه های خلخال. اینم از نسخه های وزیریمون بود. ما همه نسخه وزیریه، اینه که میخونیم و برای بچه ها میفرستیم.